آموزان. حالا بریم رو بحث پنل. خب پنل ها همونطور که مشاهده می‌فرمایید یه قسمت 220 ولت داره، یعنی شما 220 ولت رو در واقع باید به پریز وصل بکنید که کلا برق گوشی وصل بشه. 4 تا سیم هم مربوط به در واقع دیتا و مثبت منفی داره که این 4 تا سیم رو ما بیاریم داخل ترمینال و در نهایت، یعنی بخوام خیلی واضح‌تر بهتون بگم، این 4 تا سیم همون 4 تا سیمی که به اینجا باید وصل بشه، یعنی قرمز، آبی، زرد، سفید و همون ترتیب هم اینجا وصل بشه و در نهایت 220 ولت شما به پریز وصل می‌کنید. یه سری در واقع آیفون‌های دیگه هم هستش که 220 ولت دیگه نیاز نیست وصل بشه، یعنی از همون مدار تغذیه میشه و به این خاطر هستش که شما میتونید در واقع گفتم دیتا شیت یا اون دفترچه‌اش حتما مطالعه بفرمایید. اینجا شما مثلا اگه توجه بفرمایید یه سری سوکت‌های دیگه هم هستش که برای کامرا 1 و کامرا 2 هستش، یعنی شما میتونید چیکار کنید، شاید اون ساختمانی که شما دارید براش دوربین نصب می‌کنید یا در واقع FF نصب می‌کنید یا آیفون دارید نصب می‌کنید، شاید 2 تا درب ورود خروج داشته باشه. یک کامراشو میتونید با یه پنلی که در واقع نصب می‌کنید یک کامراشو بدید به یه درب ورودی دیگه، یعنی مثلا کامرای 1 و کامرای 2 رو بدید به یه درب ورودی دوم که از این سوکت دوم میتونید استفاده کنید برای در واقع کامرای دوم که اینجا زده شده. یا اینکه مثلا میتونید مثبت منفیشو برای دوربین‌های مدار بسته که وصل بکنید از طریق مثبت منفی که هستش ارتباط بدید برای پاور سوپلای منبع تغذیه‌تون و بتونید منبع در واقع دوربین مدار بسته هم روش ست بکنید. به خاطر همین در واقع تاکید می‌کنم که بیشتر روی برندی که می‌خرید بدونید که چه قابلیت‌هایی داره و مدارش به چه صورت هستش که بتونید از کلیه قابلیت‌ها و اون آپشنایی که داره استفاده بکنید. خب حالا در هر صورت من خروجی سیمامو میارم بیرون که وصل بکنم به ترمینال و 220 ولت هم که خب سر جای خودش هستش. خب پس به همین ترتیب خب اولین سیم، بعدش سفید، بعدش قرمز، و بعدش هم سیم زرد رو وصل می‌کنم.